نوح علیه السلام در وقت بالا شدن ایره میگه درس توحید. در هر مرحله انبیا علیهم السلام امت خود درس توحید داده، یک تا پرستی داده. بسم پیر نگفته، بسم فقیر نگفته، بسم مولا نگفته، میگه بسم الله. سوار شوید در این کشتی بسم الله، در حالی که شما گوینده باشه به استعانت و کمک الله متعال. مجریها روان شدن کشتی است و مرساها استاده شدن کشتی است. این چوب این خاصیت کی داد که زیر آب نروه؟ یک سنگه که خیلی خورده میگیری این در پایین قعر بحر میرسه. این کشتی که قدر بارام سرش بار است، این چوب همی خاصیت زیر او نرفتن کی داده برش؟ ان ربی لغفور رحیم، یقینا پروردگارم از زیاد مهربان ذات است، بخشش کننده است. هر کسی که توبه بکشه ولو که حالات سابقش خیلی خراب باشه بازم الله مغفرت میکنه، به شرطی که توبه صحیح بکشه. رحیم رحم کننده است، آینده در طلب و تلاش حق میشی الله دیگه هم حق نصیبت میکنه. و هی تجری، اینمی کشتی روان بود بهم بالای همی نوح علیه السلام و اهلش مومنا فی موج، در چپه را خود میفهمه موج بحر موج شدیده که همینطور باد میزنه مثل بلند منزل واره بالا سری، تو میگی که نه از سر ما او طرف رفت میایه. کل جبال دوتر موجا، دوتر چپه های بحر بود، کل جبال با مثل کوه واره، یعنی اینطور که کوه مثل روان باشه همینطور. و نادا نوح ابنه، بله نوح علیه السلام آواز میده به بچه خود کنعان است. و کان فی معزل، بود در یک گوشه. یا بنی یرکب معنا، ای بچگکم سوار شو همراه ما، ولا تکن مع الکافرین، نشو همراه کفار. دلش سر ازی محسوسه؟ نه، دعوت میده دمی موقعم، دعوت میده دعوت. بچه را میگه سوار شده کشتی لیکن همراه کفار نشو، ایمان بیار، عقیده را ای ثابت میکنه. بله. قال سآوی الی جبل، او میگه مزود است که بالا برایم بس دسری کو یاسمونی که مرا نگاه کنه من الماء عذاب، از غرق شدن خدا نجات میدم. طوفانا که آمد دسونوی مردم نردیده که در درختا خدا میچسباندن، لیکن درخت هم چی میکرد؟ میورداشت. در موترا بالا شده بودن، موترا میورداشت، فکر نمیکرد. تاسف است به الله قسم، ما و شما با چشم سر میبینیم حالات چی را؟ هلاکت قوما را، لیکن بازم به هوش نمیم، بازم نعوذ بالله آخرت دیادمانی، امر الله متروک، عبادت الله نه، عقیده صحیح نه، بسیار سخت است. امروز خود کل دنیا برای ما یک مشت شده و همه چیزا را با چشم سر میبینیم. ما باید سخت اصلاح پذیر باشیم، سخت کوشا باشیم، سخت محتاط باشیم در زندگی دینی خود، اما باز میبینی که مردم سخت غافل است. نکنه مثل بچه نوح علیه السلام واره آرزوی خیالی نداشته باشه که باز دسری چی میبرایم، باز بعد از اون میرم ریش سفید میشم، باز کنجی مسجد میگیرم، در ریش سفیدی نمیرسی، جوان مرگ میشی، در محالت گناه میروی از این دنیا، باز هیچ چیز برات دستت نمیاد. نکو، هر لحظه تا شمار کو، سنجش کو که در گناه و در بدبختی تیر نشوه، چرا که مرگ تو را خبر نکرده. قال لا عاصم اليوم، گفت نوح علیه السلام نیست محفوظ، کسی محفوظ امروز من امر الله، از عذاب الله، از فرمان الله که به عذابش آمده، الا من رحم، مگر کسی را که الله امر کرده که او محفوظ باقی بمانه. و حال بینهم الموج، حائل واقع شد، پرده واقع شد در بین نوح علیه السلام و بچش، الموج امو چپی دریا، فکان من المغرقین، بود از جمله غرق شدگیا. چی درسی عظیم است، تعجب است. بس اوقات بسیار انسان راستیان بسیار تعجب میکنه. در این مسجد تمامی روز، در این مسجد تمامی روز در مسجد بگرد، خدمت کو که وقتی ترجمه بشه ترجمه را اعلام میکنه، میره اما عقیده شرکی را داره، خانهش در لب مسجد میباشه، قدرتی الله نمیشه. یک کسی دیگر یک روز میاد، یک روز، اما برادر که از تخار آمده بود مولوی سه، یک روزی دوستی در ترجمه دور داده بود، گریان میکرد که هیچ پرسان نکنی ما کدام طرف روان بودیم، چه قسم عقیده داشتیم. این هدایت الله متعال است که به کسی میشه. نوح علیه السلام بیبی 900 سال دعوت داده، بچه در خانهش اصلاح نمیشه، اما مردمی بیگانه اصلاح شده و نجات پیدا میکنه، خب بچه نجات پیدا نمیکنه. پس او سید، او ملا، او اخونزاده، او گلزاده، تو چطور فخر میکنی به بابا و اجدادت که بابا و جدم اینطور بود؟ کار از خودیت است، از خود کمال از خود پیدا کن، عقیده خود جور کن. کل نفس
چیسته؟ به ما کسبت رهینه. هر انسان به ما کسبی خود گرو است. تو را نجات، نوح علیه السلام بچه خود نجات داده نمیتونه، عذاب الله می حل واقع میشه. نکن. چقدر درس عظیم است. وقیل یا ارض ابلعی، الله متعال فرمان میده این طوفان تنها بعضی علما در کل دنیاست. نه، در کل دنیا نیست. در جایی که نوح علیه السلام دعوت داده، قومای دیگه خود دعوت داده نشده. از امو خاطر شده میتونه که در جای دیگه نبوده، انسانای دیگه نبود. چرا که کل نسل از کی باقی ماند؟ از نوح علیه السلام. خود طوفان در سرزمین عراق بوده. از امو خاطر چوبای کشتی را در کوی جودی چی میکنن؟ اون پشت سر میاد پیدا کردن. وقیل یا ارض ابلعی، گفته شد برای زمین ابلعی، فرو ببر، قرد کو، ما که آبی خدا، و یا سما، ای آسمان یعنی ای فضا، اقلعی، ای بازدار، منکو آبی خدا. و غید الماء، کم کرده شد، خشک کرده شد آب. و قضی الامر، فیصله شد، تمامی گپ در آخر رسید. و استوت علی الجودی، قرار گرفت، استاده شد اینمی کشتی در سر جودی. در کدام ما بود؟ چقدر این کشتی میگشت؟ اینم روایت های صحیح نداره، قرآن بیان نکرده. تفاسیر بیان میکنه 6 ماه میگشت. در ماه رجب بود، کسی میگه در ده محرم بود، طواف بیت الله هم که در روز عاشورا باز رفت در سر جودی شیشت. این گپای هست که سند نداره. بله، در عراق در شهر موصل در شمال جزیره به نام ابن عمر رضی الله عنه، جزیره ابن عمر است، در اونجا امی کوی جودی چیسته قرار داره. او سلسله کوهای ارمینیاس که خیلی کوی بلند است، در اونجا تختای شافته شده. و قیل، گفته شد، بعدا لقوم الظالمین، ای هلاکت باشه برای قومی که مشرک است. دعوت انبیاء علیهم السلام نمیپذیره. ای دعوت شد که ای نمی هر قوم اگر ظالم است، ای نمی قسم مبتلا به عذابای الله متعال میشه. فرمان الله میرسه، آب فرو میره. آسمان میگه آب بند که بند است. مخلوق پیش الله زنده است، پیش موت و مرده معلوم میشه. کل چیز اینطور چیزی نیست که پیش الله حیات نداشته باشه و فرمان الله را قبول نکنه. تو انسان هستی که همه کائنات برای خدمت تو کرد، اما تو در خدمت هوا و هوس و خواهش، تو در خدمت شیطان، نعوذ بالله، کل عمر دمی تیر کو. و نادا نوح ربه، آواز داد، یعنی دعا کرد نوح علیه السلام از پروردگار خود پیش از اینکه قوم هلاک شوه. فقال رب ان ابنی من اهلی، پیش از اینکه او غرق شوه به الله خود سوال میکنه، ای الله ای بچه ما از اهلیم است. و ان وعدک الحق، یقینا وعده تو حق است. اونجا پیش بر ما گفته بودی که چیسته؟ اونجا احمل فیها من کل زوجین، من کل زوجین اثنین و اهلک. اهل خویام است، بچه است. قرآن درس میده، اهلی را نمیگه. الله میگه این وعدک الحق، وعده تو بالکل درست و راست است و تو وعده نجات برای اهل مدادی. و انت احکم الحاکمین، تو بهترین فیصله کننده است، انتقاد اعتراض سرت نداریم. اگری غرق میشه بنابر عدالت است، من انتقاد ندارم، اما تو وعده کردی که اهل نجات میدی، یا ما اهلم است. الله درس میده، به خاطر از این درس میده که ما بدانیم که اهل کی را میگه. قال یا نوح، گفت نوح علیه السلام، انه لیس من اهلک، نیستی بچه از اهلت. چرا؟ انه عمل غیر صالح، صاحب عمل ناشایسته است. صاحب عمل ناشایسته است، از اهل تو نیست. قرآن گواهی میده پدر هر قدر که آدمی نیک باشه اما بچهش قمارباز، شرابخور، بگوی فاسق، فاجر، نمیتونه اهلی ازی شمرده شوه. قطعا اهل وقت شده میتونه که راه روش خوی خاصیتی پدر در پیش بگیره، امو را تعقیب بکنه اگر راه حق باشه. اینطورام نه که پدرش نعوذ بالله تاویزا میده، پدرش چیسته تومارا میده، دویا دم میکنه، زردی میبره به توسط کیبل در تیلی چیسته، در تیلی سیاه، میگه خیلی زرد گشته والا اینه. او را که هر کس اینطور دور بده زرد. عجیب است. توٹکایی را کشیدن در دین که پرسان نکی، غلط گپ است، نادرست است. او مردم دم جایز است به قرآن کریم، به او کلماتی که از رسول الله نقل است. دیگه تاویزا، دوده، قدی و تارا دم کردن و این گپا قطعا در دین نیست. کلش در شرک داخل میشه، نعوذ بالله. خصوصا او تاویزایی که در شنگایش یا فرعون و هامان و این گپا را نوشته کرده، کسی نامه اصحاب کهف نوشته کرده، کسی عجیب گپا را کرده. نکنی گپا نیسته.
غلط است. پس او سیدایی که امروز به نام سید و دکانداری چی را مفت باز کرده، زنان پیشش میاد، مردم قطار نشسته می باشه. آقا صاحب است. شما باور به الله بکنی آقا صاحب نیست، این مفسدترین شخص در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مفسدترین شخص. دین پیغمبر علیه السلام امی آدم خراب کرده. مردم دعوت به شرک و بی حیایی میده، مردم دعوت به سحر میده. سحر کفر است. و ما کفر سلیمان و ما سحر نگفت قرآن، گفت و ما کفر سلیمان. سحر کفر است و سلیمان کفر نکرده. اما ای به نام سید خدا میچلانه. مردم ما قدر عاجز بیچاره نافهم است. سید است، احترامش داری. به خاطر چی احترامش داری؟ اول امی جواب برام بگو. احترام به خاطر چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم احترامش به خاطر ازی بود که امروز هر کمال و نیکی را میابی از کی برات رسیده؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. از کسی که برات کمال و نیکی رسیده. از او این آدم خود چی میکنه؟ آقا صاحب است. عجیب است. میرن تصدیقشان میکنه. کافر نواقض اسلام کتاب آخو براتون رسید، معالم دینه، امونجا آخرش نواقض اسلام است. اسلام توسط چی نقض میشه؟ باز میخوانید جمله نواقض یکی نمیطور که پیش همیطور مردم ها میره تصدیقش میکنه که بله آقا صاحب راست میگه. کافر شدی به قرآن. نمیفهمی. الله متعال بچه نوح علیه السلام میگه اهلت نیست اهلت. فلا تسألنی ما لیس لک، سوال نکنید از ما آن چیزی را لیس لک به علم که نیست برای تو دلیل، سند نداشته باشی، علم نداشته باشی، از ما سوال نکن فلانی را نجات بده فلانی را. خلاص. اینی اعظک، ما تو را منع میکنم، اینجا وعظ به معنای منع کردن است. ما تو را منع میکنم ای نوح علیه السلام ان تکون من الجاهلین، که تو شوی از جمله جاهلا. قطعا جاهل نشوی، معلومات حاصل کو. این نبی را میگه اٹکل سخن نگویی، اٹکل هر گپ به سند بگو. بزرگترین بدبختی در یک جامعه جهل است. امروز که ملت ما قبرا را پرستش میکنه و همین جادوگرا ساحرا را من حیث سید بگوی آب دستش در جان خود میماله میخورش، این از دست جهالت است. جهالت از چیست؟ از دین. جهالت از قرآن، جهالت از حدیث. نمیفهمه. اگر بفهمه پیش از او میره. شفا دهنده کیست؟ مریض کننده کیست؟ الله متعال است. بله اسباب الله پیدا کرده برای علاج، اما اسباب دو قسم است، یکی شرعی یکی غیر شرعی. مسئله دکتری اسباب شرعی است، دواست، گولی الله تاثیر و خاصیت دایش انداخته تغییر طبیعت میاره. دم است، آیت قرآن از سبب شرعی است. اما این توتکه ها که مردم میکنه این کدام اسباب است؟ کی کشیده ایره؟ کی برای ازی سبب است؟ این جادوگری که میشه این کدام سبب است؟ از کجا پیدا شده؟ قال ربی انی اعوذ بک، نوح علیه السلام میگه پروردگار پناه میگیرم به تو، ان اسالک که ما با سوال کنم ما اوتور چیزی را لیس لی به علم که نباشه برای ما در مقابل همون چیزی که سوال میکنم علم نداشته باشم، دلیل نداشته باشم. نه خلاص شد دیگه. الله اکبر. انبیاء علیهم السلام تنبیه میشه و الا تغفر لی. بله فرق است. انبیاء علیهم السلام دمی قدر گپ عاجزی را به الله اظهار میکنه. ما کل سالای عمر خود در معصیت تیر میکنیم، هنوزم باز ملامتی را سری تقدیر میپرتیم. تقدیر اینطور کده. انبیاء علیهم السلام کمکی گپ خلاف الاولا شده، گناه نیست، باز عاجزی را به الله شروع میکنه. و الا تغفر لی، اگر تو بخشش برای من نکنی یا الله، و ترحمنی سرم رحم نکنی، اکم من الخاسرین، تاوانی میشم. که الله سرت رحم نکنه انسان تاوانیست. تو کدام نعمت الله را بدل و عوضش توی عبادت بکنی؟ نمیشه. قیل یا نوح اهبط بسلام منا، گفته شد به نوح علیه السلام پایین برو، بسلام، بس سلامتی اجنا و فکر نکنی. نه نقصان نیست. و برکات علیک، با برکتایی که بالای توستی فکرام نکنی که زمین از اسباب معیشت و زندگی خالی شده. نه گپ ده این نیست که باران آب کل زمین گرفت آلی از حاصل مانده شه. گپ ایسته که الله برکت نگیره، باران زیاد باشه، برفا زیاد باشه، برکت نباشه. الله میتور بیتونه. قحطی تنهایی را نمیگه که باران نشود، قحطی را میگه که برکت نباشه. و الله برکت ده او چیز میمانه که او به اطاعت الله کار شود. عملی
کمکی تو انجام بدی به اخلاص، باز میبی برکات خدا. من براتان قسم میدم که انشاءالله قدم بگذاری خاص به خاطر رضای الله، باز میبینی که یک قدمتان چقدر ثمره داره. و علی امم، برکات ما بالایتون باشه، بالای امتها، جماعتها، طایفه هایی که ممن معک همراه توست. و امم سنمتعهم، دیگه گروه ها. و چه فکر میکنی که تن اخید نیستن؟ و امم طایفه های سنمتعهم که زود است که ما واره نفع بدم در دنیا، موقع برش بدم خب کشوفش بگرده، مثل کفاری که آلی هر طرف طغیان داره، سرکشی داره. این امریکا را باز میبینی که چطور بلعیده میشه. انشاءالله این دفعه در کام اسلام میفته. خب این دفعه انشاءالله شوروی که بلعیده شد در کام غربیات دموکراسی افتاد، اما این دفعه که امریکا بلعیده شوه در کام اسلام میفته انشاءالله. ثم یمسهم منا عذاب الیم، بعد از میرسه برشان از جانب ما عذاب دردناک. تلک من انباء الغیب، پیغمبر علیه السلام الله خطاب قرار میده در اینجا. اینمی واقعه داستان نوح علیه السلام که چندین هزار سال قبلا گذشته، هیچ راه دریافتی ازی بجز از وحی الله متعال نداره و نموجود است، اما توی حالات نکته به نکته، جزیات به این مردم بیان میکنید، دلیل نبوتیت است. تلک من انباء الغیب، ای از خبرای غیب است، هیچ جرای معلوماتی ازی موجود نیست، هیچ نوع وسیله نیست که حالات معلوم کنه. نوحی های الیک، که ما وحی میکنیم به سوی توی پیغمبر علیه السلام برای صداقت نبوتی تو. ما کنت تعلم، و نبودی که تو میدانستی همی داستان نوح علیه السلام واقعه را، انت تو ولا قومک، قوم تو، من قبل هذا، پیش از بیان قرآن. پس وقتی این دلیل نبوتی ثابت شد، مردم نمیپذیره، غم نکن. خلل در تو نیست، خلل در مردم است. مردم باید فکر بکنه که واقعیات از کجا شد. خب پیغمبر اگه از کسی تعلیم کرده باشه و نفر از حالات نوح علیه السلام خبر داره؟ نه، نداره. وحی است. بله، مردم نمیپذیره. مردم خب بسیار ظالم و جفاگر است، خیر خود نمیخواه، پشتی خیر خود نمیگرده. فاصبر، دعوت پیغمبر علیه السلام است. پیغمبر الله امر میکنه صبر بکن. صبر چی را میگه؟ خود کنترل کن، بد دعا نکنی، بی‌حوصله نشوی، نگوی که وی این دعوتای میش ثمر پیدا نکرد، مردم مسلمان نشد. نه، حرکت بده، کنترل کو خدا. ان العاقبت للمتقین، وعده الله متعال است. انجام کار، کامیابی انجام کار، آخری کار برای کیست؟ للمتقین، نگفت للمسلمین، گفت للمتقین، کسایی که رای تقوا را در پیش گرفته. اول درجه تقوا است، اول مرحله تقوا که از کفر و شرک خدا نگاه بکنی. مردم ها را ولی میگه، با کفر و شرک دعوت میده، با زور ولی میگه مردم. با چارغوک در پیش رویش میه، پسکوی پس میبره، پایش هم سجده میکنه و میگه کی ولی است. عجیب نیست؟ انجام از کیست؟ از متقین است. هر کس اگر رای تقوا را در پیش گرفته بود، مامورات الله را بجا کرد، از منهیات خدا نگاه کرد، و این وقتی میشه که علم به قرآن و حدیث داشته باشه، بفهمه طریق زندگی خود از قرآن و حدیث فرا گرفته باشه. اینی مردم متقین شده میتونه.